یه رفیق دارم مربی 8-9 تا رشته رزمیه، این دماغش قضروف نداره، اینجور که دست میکشه این بالا پایین صاف میشه. این هرچی اینقدر زدن این دماغ دیگه چیزی به نام دماغ نیست. این میگفت سید یک آدمیه یه لشگر رو به هم میریزه تو شیطنت. میگفت از بیت آقا زنگ زدن که شما 3 روز یه چند وقتی برید بیت آقا، صبح رهبر انقلاب خب نیم ساعت یه رو ورزش میکنن، شما بهشون رو ورزش بده. گفتیم کاری نداره که ما هزار تا رو ورزش دادیم. گفت رفتیم خدمت آقا، اینو برید ببینید. میگفت رفتیم و دیدیم آقا اومد با لباس گرم کن. خود این تن ما لرزیدن. بعد آقا که اومد با لباس گرم کن، گفتم که آقا شروع کنیم. گفت بله. گفتم شروع. گفت یعنی چی؟ گفتم یعنی همین عادت دیگه، میزنیم بگیم شروع. گفت خب چی؟ بریم سمت راست. رفتیم سمت راست. آقا همچون که رفت سمت راست گفتش که آقای بیات این به چه دردی میخوره؟ 20 ساله داریم کار میکنیم نمیدونیم به چه دردی میخوره. گفتیم آقا این از اینجا پهلوها رو میکشه. یعنی چی پهلوها رو میکشه؟ گفتم آقا نمیدونم. شب و دیگه نرفتیم. آقا بریم پایین. 1 2 1. آقا این به چه دردی میخوره؟ گفت بعد 3 روز 9 کیلو وزن کم کردم. گفتم پروفسور میخواد آقا، من با بلد نیستم این کارا رو که. یه رفیق داشتم، رفیقا یعنی بدنش اول و آخر یه پا مجموعه اعداد باینری بود. 6 بازو، 2 قلو ساق، 36 گردن، 42 کوچیک پا، ایکس لارز بزرگ پا، اصلا یه چیزی. دماغشو دست میزدی قضروف نداشت، کمرشو دست میزدی استخون نداشت، همش فنر بود. این سیسوکش عین اون سرعتگیرای سرا امین حضور تهران بود. اصلا یه چیزی. شر، شیطون، بچپورو، چش سفید. تیپ که میزن 4 تا لشکر توپخونه قبض سنگین شروع میکنن سنبه زدن. هی بزن آی نسن، هی بزن. یه بار مقام عظمای ولایت طلبه شد بره تو خط نرمش قهرمانانه. ما این رفیقمون رو معرفی کردیم که بره بیت 4 تا حرکت یاد مقام عظما بده، استخونای حضرت آقا رو نرم کنه. آقا تعریف میکرد، گفت همین که رسیدیم یهو دیدیم آقا چفیه به گردن با مایو اومد پایین. ما رو میگی؟ چی شد؟ یعنی نرمش نکرده نرم شده که. خلاصه اومد و ما شروع کردیم. اون میگفت رفتیم چپ، عثمان رفت راست، رفتیم راست، آقا رفت چپ. یه 1 یه 2 دیدیم آقا یهو رفت تو کمر. آقا تا ما کمر رو بریم آقا رفت واسه شونه، بعد گردش که حالا بیا. میخوام از کرامات مقام عظما بگم خلاصه میگفت یه هفته صبح به صبح تابتنای آهنگ 6 و 8 رو با آقا رفتیم تا اونجایی که میگه ولایت. از اون مثلا بگو از کجا شروع، از لب کارون شروع کرد رفت اونجایی که میگه ولایت ریشاشو عروسکی شونه کرده. ولایت رفتیم تا اونجا، گذشت و برجام امضا شد. برجام حضرت آقا خرکف که الان تحریما مالیده و الن و طلوب و اینا و برو و بیا و اینا، اما دیدیم خبری نشد. اینجا بود که عظما عضلاتش شل شد، فنرش ناسور شد. یه روز تو اومدیم چپ و راست رو بهش بریم دیدیم آقا یه حسش نیست، تحریما ادامه داره. برجام هم رو دستمون باد کرده، نرمش دیگه جواب نداره. گفتم پس حس چی هست؟ اون گفت جای ورزشی تکنیکی بریم تو کار گاز پیکنیکی. ما فکر کردیم آقا میخواد گاز پیکنیکی بیاره ما رو 2 سیخ جوجه کباب مهمون کنه، اما دیدیم پیکنیکیش اومد، سیخش هم اومد، اما خبری از جوجه نبود. آقا رو دارم میگم. روز دوم هنوز 5 دقیقه نشده بود چی شروع کرده بودیم که آقا عبا رو زد کنار، دیدیم سیخ سنجاق جاسازه، 2 تا سناتوری هم پرشالشه. اولش گفتم من ورزشکارم با 1 2 که چیزی نمیشه که، اما ولایت مداری کار دست طرف داد، هیچی دیگه.
رفیق ما که یه زمان گاو و درست قورت میداد تو باشگاه موقع آلتر زدن حالا دنده های قفسه‌شو میشه شمرد 1 2 3 4 دیگه تمام. یعنی 2 هفته با آقا کار کرد 25 کیلو وزن کم کرد. حالا هم هر وقت بهش میگیم بیا بریم آقا رو ورزش بده میگه من این کاری نیستم، این کار پرفشور میخواد. از کرامات آقا برات بگم اینجوریه.